سید حبیب الله لاریجانی فرزند ها سید آقا بزرگ لاریجانی از تجار معروف بازار تهران و نماینده مجلس شورای ملی بود. حبیب الله در مدارس دینی تهران تحصیل کرد و سپس حجره‌ای در بازار راه انداخت و به تجارت پرداخت. او به عنوان تاجری نیکوکار و خیر معروف شد. لاریجانی به نیابت رئیس اتاق تجارت و بازرگانی تهران رسید. وی در انتخابات دوره هفتم مجلس شورای ملی در سال 1307 به عنوان نماینده تهران به مجلس شورای ملی رفت و تا دوره 13 بر این کرسی نشست. در ادوار 8 و 9 که عد الملک دادگر کارگردان انتخابات بود، با حبیب الله لاریجانی دوستی و مناسبات خیلی خوبی داشت و طبعا در لیست کاندیدای تهران قرار گرفت و باز هم به نمایندگی انتخاب شد. وی در ادوار 10، 11، 12 و 13 همچنان وکیل تهران بود و مجموعاً 7 دوره نمایندگی مجلس در دوران سلطنت رضاشاه را عهده‌دار بود. لاریجانی به تجاری که ورشکست می‌شدند کمک‌های مؤثری می‌نمود تا از عسر و حرج خارج شوند. وی در کارهای عام المنفعه و کمک به مستمندان در بازار تهران پیشرو بود. وی در دور 14 خود را از انتخابات مجلس کنار کشانید و همان کار اصلی خود را که تجارت و واردات و صادرات بود را ادامه داد و همچنان در بازار تهران از افراد اساسی و پرنفوذ تجارت محسوب می‌شد.